برای شام امشب خانواده اوستا رو دعوت کردم خونه جنگلیمون. همون اول شهناز خاله مسئولیت آشپزی رو گردن گرفت و کار منو راحت کرد. قرار شد واسه شام یخنی برامون درست کنه. اون اردکایی که خودمون تو حیاطمون پرورش میدادیم اونا رو براش آوردم تا برامون یه غذای خوشمزه درست کنه. اول حسابی گوشتا رو سرخ کرد، بعد پیاز داغ فراوونم درست کرد و حدود 4 تا قاشق رب به پیاز اضافه کرد. وقتی هم که رب رنگش باز شد چند قاشق رب به آلوچه و آب نارنج تازه و یک کمی هم آب به پیاز اضافه کرد. بعد گذاشت آبش یه چند تا قل بخوره. اون وقت آبش رو ریخت روی اردکا، یه مشت زرشکم روی اردکا ریخت تا خوشگل‌تر بشن. حالا این ترکیب باید 3-4 ساعت با شعله ملایم روی گاز بمونه تا حسابی خوشمزه بشه. از آب خورشتم یه کمی کف قابلمه ریخت تا تهدیگمون خوشگل‌تر بشه. از برنج اضافه اومده از ناهارمون هم واسه تهدیگ استفاده کردیم و روش برنج آبکش شده رو ریختیم. تا برنجمون دم بکشه هم دوره همی رفتیم توی تراس نشستیم و گفتیم و خندیدیم. حالا دیگه غذامون آماده است، باید بکشیم و ببریم سر سفره. انصافا دستپخت شهناز خاله عالیه، هم برنجش هم خورشتش حسابی خوشمزه شده بود. انشالله که همتون جمعتون همیشه همینطوری جمع باشه و لباتون بخنده.